او می آید تا مهربانی و امید و آزادی و کرامت را به همه انسان‌ها هدیه کند. او می آید تا آدمیان طعم دلپذیر انسان بودن و شهد شیرین با انسان زیستن را تجربه کنند. او می آید تا دستها به گرمی در هم و قلبها سرشار از عشق با هم و اندیشه ها پاک و هماهنگ بر هم در خدمت امنیت، رفاه و سعادت جامعه بشری درآید. او می آید تا همه فرزندان سیاه، سفید، سرخ و زرد حضرت آدم علیه السلام را از پس یک تاریخ جدایی و فراق به خانه برگرداند و کامشان را به وصال جاودانه شیرین سازد. ظهور منجی و مسیح و یاران